Assalomu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Gap sarf qilaman. Man farzandi Buxoromiz. Man Ibn Sino shunosman. Darbore in kor man 30 sol mo'l kor kardam. Mo'l kor kardam va qonuni muxtasari ta'limoti mizoj ro nayistam. Az 4 kitob iborat. این کتاب بازی دوام دادن علم طبی ابن سینا یک وظیفه کلید میبرد. برای چی؟ بازی همین که کتابانی که ما هست دست ما خواندن ما از خود کردن بسیار قیند. همینه من در زبان ازبکی خلقم و بازی رساندن عادی کردم. عادی کردن نیستانه لازم دیدم و نیسته این چیزا من تیار کردم. طبیب تیار کردم. دستور کردم هم که خواندشتیم. من چی گفتنی من؟ این کاری من با. این کارو با همش با ایران زمین کلان تاثیر دارد. تاثیر همین که وقتش با در کشور ایران خانه حکمت یعنی عالمlar اوی خانه عالمان اکادمی گندشاپر تشکیل شده. دنیاوی فنای ترجمه کرده برای دنیا هم شدنش با ایران اساسی رول بردگی که این تاثیرش نگاه کنید که دهم عصر ما آمده در مرکز آسیا عالمان پیدا شدند که روی دنیا اینها رو تن میگیرد. اینا کی؟ الخوارزمی، برونی، ابو علی بن سینا، فارابی هاکذا سونش نیست. مهنت اینا امروز در جهان پنج خلق خوندشته است. هر صاحبه کادر تیار کرده متخصص. رحمت این کار تشکیل کرده دوملو طاهری رحمت باشه. توش این دوستمون آقای علی به شما من تشکر میکنم. ما اینجا امروز شوی هم فکر میشیم. میبخشید شما چند ساله؟ من 77 با. من 77 با 170 میدونم خدا خواهد. نشین. علی آقا بگه. دکتر بشیم. آره این آقای تشکر سلامت. یه تشویقی بفرمایید. من میخواهم که موقع آدر من شاگردامو گفته رفتن هر سال بخور رو با هر سال نه هر 2 سال با خواندن ابن سینا هست. یعنی ما تعلیمات ابن سینا رو خوانده یاد گرفته برآمده با هم دیگر با هم فکر شده کمچیلیک‌های پر کرده مقصد همین در مونده برای کن. آن همین کار هر سال میکنیم. این پرزیدنت ازبکستان قرارش کرده. من میخواستم که هر سال شما هم با هر همون کنفرانس شما هم همونجا باشید کپتان ما. توش از این پیش از سال 10 سال دو آدم عزیز از همدان با ما مهمان میشن. یاشون یکیشون دارویی دویمشون محمد طاها خدا رحمت کند. محمد طاها از دنیا گذشتین یاشون جنت شود. خدا اون کس رحمت کند. همتون سلام باشم سلامت باشم. شما های من همونجا گوش میکنم. ده میفرمایند که هر سال که همایش بوعلی سینا برگزار میشه از همدان خیلی شرکت میکنن و آقای طاها محمدی رو اسپردن از به اصطلاح که ایشون که رحمت خدا رفتن خدا بیامرزه در زمینه بوعلی مشترک با ازبکستان کارهای زیادی رو انجام دادن و
خیلی از این محتواهایی که ما داریم در دست شرکت‌ها، در دست عزیزان می‌بینیم، مال این نویسنده های خاکساری است که هیچ اسمی از ایشون در هیچ جایی نیست و امروز ما از این اکسپو تشکر میکنیم از که این شرایط رو فراهم کردن که این مهمان هایی که در رویداد کتاب، نقش کتاب در دیپلماسی نوین و روابط بین الملل در همدان شرکت کردن، با این نشست صادقانه و صمیمی حرفهای دلشون رو به هم دیگه بزنن و امیدوارم که این قرابت‌های فرهنگی بر همه قراردادهای فرهنگی بچربه با تشویق شما. همتون رو به خدا میسپاریم.